عزیز در خانه صبرجانک قرار دارم شهر سمرقند 10 ایون است این روز درخت کلان دیدم ببینید این درخت پاولونیا بوده است صبرجانک درباره این پاولونیا گپ زنید این پاولونیا اینقدر غوث شدگی این چند ساله پاولونیا این پاولونیا سال 2018 آورده شناندگی بودم 6 ساله می قدش همین 20 سانتی متر بود اما طرز شناندگیش اینجا فایده کلان رسون پیش از شناندن 1 متر چقوری کوفته درون همون چقوری 80 سانتی مترش کنم بیوگوموس خون فسفر аралаш که تگش به озуқиша дода баъд болои ҳамон ина монда шинондам ман نقص کردید соли аввал соли шинондагим қадаш 7 метр сабзид اوه 7 метр шуд якум сол شما همینا میتونید فرومدا یک قچاق کنید که خلق فهمد که این غوثش چند قدر قچاقتون علاقه قریب نمیرسد این دیامترش علاقه 500 شده گیست نه ممکن این علاقه بریده تخته کرده میشد می ولی حالا یک دو سال میشد ها یک دو سال دیگه است غوث‌تر میشد می باقی غوث‌تر میشدگیست همدارن عزیز آدمانی که برای پاولونیا یک قسمشون باور میکنن که این تخته نمیشد و این غوثش ببینید چقدر تخته نمیشد این علاقه درازش 6 متر هست بلندیش تو انا دو قشش دو قشش شده میشه تو دو قشش 6 متر بعد دو قش با هست 58 همدارن عزیز با یک چیزی من به نهایت عجایب دیدم صبرجانک مبین خونه شده انا همین ببینید که خونه همین خونه ها مبینش با زمینش چقور پرسیدم که برای چی این کس بگمونم که آبراو ندارن کوچه با خونه همسایه با که نمیموند بگمونم یا آبراو ندارن مبین حولی انا خیلی چقوری حواس برین آب همینجا به جمع میشد آب همین شیفی رو آب همین آب همینجا میرد و این یک متدی این قدیم هم متد آمدگی بگمونم اگه تو گیما میشد اساسا قدیم پیش از امارات کردن یک جوی بلندی انتخاب میکردن و نزد امارات حتما یک جوی یا پستی شدگیش در کار بود یا اگر نباشد اگر همونجا یک چقور کوفته میمونده اینا شما برای هم کردید برای همون هم خودش همه شرایط همین به موس بود موافق بود ببینید که بلند کرده گیردش بلند برداشته مبین حوالی من گفتم چی پر نمیکنید که گفتن که این آب همینجا جمع شد میرد تا زمین با انا همدارن عزیز این هم بود یک متدی همین از پرابلم برآمدن انا همدارن عزیز درباره پاولونیا کلان من شما اخبار دادم ازبکستان قدر پور پاولونیا از توشکن با همین سمرقند آمدن هم جا پاولونیا شنوندگی من شما هم شنوندم خیلی در 6 سال که این قدر شود شما 6 سال این بریده یک کوبشه $200 میفروشید در پناه خدا باشید این کدام سورتش شانگتون شانتون بود است شانگتون در پناه خدا باشید